بکشم، یکی نیست منو بگیره خودمو نکشم. بذار خودمو بکشم گاوه، بذار خودمو بکشم. خره؟ جون خره. کسی تو رو نگرفته. میدونی خره؟ نه. درکت میکنم. زن نگرفتی خیالت راحته. آسیم کرده. خانم هنایی میگم. همین کره خره طویله بغلی دیگه. نه. آره. نه. آخه. برای چی؟ آقا دیشب با اون عروسی کرد. رسم زمونه. بریم. هنگاه 24 ساله شخ میزن دارای یک زن و یک بغل فرزند که توی راهه. دوست خر ما داریم میریم شهر، اما من خر 23 ساله مجرد ما نمیدونم که ما بانک ما فقط نیمی از پول ما به صورت بهره در اختیار شماست. بانک ما پفک نمکی های ما را در هر مغازه‌ای که دلتون میخواد بخرید. پفک نمکی. ای دکتر شما نظرتون راجع به چیه؟ چیز بسیار خوبیه. اصولا جوان و ازدواج باید مقوله‌ایه که بهش پرداخت بشه. بله. اما مسئله مهمتر اینه که مهمتر؟ بسیار مهمتر اینه که مهمتر؟ دستشویی کجاست؟ خب اون بخشش فرق میکنه. به زبون خودم گفتم. اگر میخوای به زبون خریم بگم میگم برو بیرون. در رحمت که اگر از بگی بیا بیرون تا بهت ثابت کنم با کی طرفی و گرده اختیارم دست خودمه. اما تقصیر دختر توی که جوری جایی میانی میگه بفرمایید. خب من از ذوقم رحم میکنم یا کلمه بگو شکار تمومه. اون به دردت نمیخوره. دستتو بنداز. برای چی؟ چون به درد من میخوره. اینجا ببینم. چه پر رو بس خانم هنایی چی؟ حرف ایمونه نه یک کلمه معرفت تو کارشه. خر با اون آشنا شد. چند روزی رو با هم بودن. خره مثل یک خر اصیل کیف میکرد. فوق یک ماکسیمای مشکی.